یه روز بلور فروشی بوده که اوضاع اقتصادی خیلی خوبی نداشته. یه جوون میاد پیشش که به عنوان فروشنده پیشش کار کنه. چند روز که میگذره جوون ازش میپرسه که آرزو تو این زندگی چیه؟ میگه من خیلی دوست دارم برم مکه رو ببینم، برم کعبه خونه خدا. چند سال میگذره این جوون باعث شد که بلور فروش اوضاع اقتصادیش از این رو به اون رو بشه. جوون بهش میگه حالا که پول خوبی در آوردی، ثروت زیادی به دست آوردی، وقتشه که بری به آرزوت برسی و بری مکه رو از نزدیک ببینی. بلور فروش هم میگه من دوست ندارم برم ببینم. میگه چرا؟ میگه من کل زندگیمو با این آرزو زندگی کردم که برم مکه رو ببینم. میترسم از این که برم مکه رو ببینم و بیام و دیگه هیچ آرزویی تو زندگی نداشته باشم، هیچ شوقی واسه زندگی کردن نداشته باشم. همه ما تو زندگیمون یه آدمو داریم که میترسه بره سمت آرزوهاش، نه واسه اینکه به آرزوهاش نرسه، واسه اینکه اگه به آرزوهاش برسه دیگه آرزویی نداشته باشه. این داستان مال کتاب کیمیاگر پائولو کوئلو و اسم اون پسرم سانتیاگو.